سلام دوستان، امروز اومدیم فود کورت لکسون توی اندیشه بین فاز 3 و 4 میخوام یه معجون ترش به شما آموزش بدیم. لواشک کیوی، لواشک آلبالو، لواشک انار، سیب ترش، آب زرشک، آب انار، نعنا، لیمو، برگه، آلو جنگلی، ناردون، اینم زغال‌اخته است، مقداری هم شاتوت، اینم یه لواشک دیگه به اضافه گلفر و نمک. شاتوت میره تو میکسر، اینم موی پوست کنده، چه شبت، اینم از نعنا. مغز سیبا رو خالی میکنیم از اون دونه هایی که داره و سیب سبز و بعد بریم سراغ آب انار و آب زرشک طبیعی. عجب چیزی میشه. گلپر هم بهش اضافه میکنیم، بعدش یه مقدار نمک. شد. حالا ما فقط دارم آب دهن میخورم، هیچی. لواشک آلبالو و انار و کیوی. یا خدا، یا خدا، یا خدا، بزاقی که ترشح میشه. میریم سراغ میکس کردنش. چند اسکوپ بستنی میخواد که اونم میتونه ترکیب شاتوت و انار و آلبالو و اینها باشه. این سس هم میاد روی اون بستنی ها. این از ناردونه، این از آلو جنگلیش. چی شد؟ لواشک پرورده. این لواشک اصلا معجونو لذتشو 10 برابر میکنه. ترکیشو من خوردم. یه مقدارم آلو، اینم از زغال‌اخته. یا خدا. و بعد بازم شاتوت. این معجون ترشو مخصوص شف تیسته زده. اگر بخواید همینم براتون میزنم، اما ظرفای کوچیک‌ترم داره. خورده دندونام کند شد. بفرمایید. این قاشق رو عوض میکنم، با ترکیب بستنی میخورم امترام بشه. این شد.